در کنار آبهای سیدنی ساختمونی ایستاده که امروز همه دنیا اونو میشناسن، اما پشت این شاهکار داستانی از یک رویا، شکست و دوباره جاودان شدن وجود داره. توی سال 1956 دولت استرالیا مسابقه‌ای برای طراحی یک سالن اپرا برگزار کرد. در بین صدها طرح، یک طرح عجیب توجه داورا رو به خودش جلب کرد. چند فرم سفید شبیه بادبانایی که روی آب شناور بودن. طراح این ایده یک معمار جوان دانمارکی به نام یورن اوتسون بود. مشکل اینجا بود، طرح اون فوق‌العاده بود، اما تقریباً هیچ کس نمیدونست چجوری باید اونو ساخت. سقف‌های معروف اپرای سیدنی شبیه هیچ سازه‌ای قبل از خودش نبود. مهندسان سالها تلاش کردند تا راهی برای اجرای این رویا پیدا کنند. تا اینکه اوتسون به یک ایده خارق‌العاده رسید. اونم این بود که این پوسته‌های عظیم در واقع میتونن بخش‌هایی از یک کره باشن. همین کشف راز ساختن اون فرم‌های غیر ممکن رو حل کرد. اما ساخت یک شاهکار همیشه آسون نیست. با افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن پروژه اختلاف‌ها بالا گرفت. در نهایت اوتسون مجبور شد پروژه‌ای رو که تمام رویاهاش در اون بود ترک کنه. تلخ‌ترین بخش داستان این بود که وقتی اپرای سیدنی در سال 1973 افتتاح شد، خالق اصلی اون حتی در مراسم افتتاحیه حضور نداشت. اون حتی دعوت نشده بود تا پایان داستان خودش رو ببینه. اما سالها بعد دنیا فهمید که مشکل از رویای اون نبوده، بلکه این رویا اونقدر جلوتر از زمان خودش بود که دنیا برای فهمیدنش به زمان نیاز داشت. امروزه اپرای سیدنی فقط یک بنا نیست، نماد اینه که گاهی بزرگترین تغییرات دنیا از یک ایده شروع میشن.